حالا کلیدی هست که دری آرزوها را میکشاید. مانعه ها پیش راحت، آن ترسا، تاریخ‌ها و حالان بعدترها نه واقعاً سردند بلکه بهانه‌اند برای آغاز نکردن. آرزوی تو محیطی کامل نمیخواهد. آن تنها یک چیز میخواهد: قدم اول را امروز، نه فردا، نه هفته دیگر، خودی حالا گذار. چون حالا یگانه زمانی حقیقی است که تو آن را در دست داری. گذشته را دیگر تغییر نمیدهی. آینده تنها به تو وابسته است. اگر امروز اقدام کنی، بگذار راه آرزویت نه با نقش‌های مکمل بلکه با قدمی ساده آغاز شود. قدمی که آن را اکنون میگذاری، زیرا هر چیزی که میخواهی باشی از همین حال آغاز میشود، از همین امروز، از همین لحظه. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را توصیه میدهیم.